اینجا برای چی اومدی؟ اومدم آقای هلو رو ببینم. چی؟ هلو اومده آقای هلو رو ببینه. ای میره فروشی ها حبیبی یلا سب کن هلو نیاز نبود تا اینجا بیا تو میره فروشی ها پله همه شاکر نجات چی کار است؟ بگو بعدم میگم. بگو راننده حسنینه الان تنها چیزی که میتونم بگم از حسنین دوری کنه. حسنین بیا، مگه من راننده نیستم؟ من باید بار هلو ببرم میدون. روز قیامت تو رو کجا ببرم والله از از یه طرف واقعا خدمتت به قرآن قاریه حالا خوبی هستی و فلان آره از این ولی طرف هم در کارهایی که خدمت می‌کنی- شیاطین و انس و جن و خب یه عکس بگیریم. بله چش. از اونجا برو بگیر که بیا بلدی؟ گوشی نه فقط لنزشو تمیز کن. بیا میخوای بگم آقای قاسمیان بیا همون بندازه بجلا بگو سیب حامد هلو میگن. یا الله بگیری باید بریم میدون.